دوست جنس مخالف داشتن چقدر باش موافقی؟ مخالفم. آره چرا؟ مخالفم. چرا باش مخالفی؟ من موافقم. برای اینکه یعنی تو اگه با یکی دوست شی یا مثلا تو رابطه ازدواج فرق داره. نه اون فرق داره. الان خسته نباشی. این بحث همینه. بحث اینه که آقا دو نفر تو رابطه یکوش بروسلی نمیشدی. دو نفر تو رابطه تو رابطه اگه بری بله اینجوری که خب آره منم اعتقاد دارم. خوبی؟ داشتم زیادم اعتقاد دارم. ولی وقتی تو رابطه ای من هم جنسامو میشناسم، دخترها هم جنساشون رو میشناسن و اون داستان اون غریزه پیش میاد بین اون دو شخص، چه بخوان چه نخوان و فیلم میگه مثل داداشم میمونه. اون داداش پدر سگ یک ثانیه است که تو دعوا کنی با اون شخص، کات کنی و همه اینطوری نیستن بابا. همه اینطوری نیستن ولی همه همینطورن. ولی درصد زیاد همه همینطورن. آره منم قبلا گفته بودم من شاید مثلا تو جوونی بوده باشم تو این موقع. بابا چشا روشن. خب تشویقی کردم ولی هست. ولی همه اینطوری نیستن. ولی خودت تو هم هستی. نه ممکنه تو الان یه دوست دختر معمولی داشته باشی که دوست پسر داشته باشه ولی خوشت بیاد از طرف و منتظر باشی طرف کات کنه بیفتی روش. تمام دوستای دختری که دارم هیچ کدومشون دوست پسر ندارم. خب نه من دوست پسر داشته باشم من اصلا با نزدیک اون طرفم نمیشم. خب پس قصد نزدیک یکی میشی. احترام میذارم به رابطه‌شون. من دیگه هیچی فقط اینو